بسم الله الرحمن الرحیم. نصب مدار بالابر پژو توسط هنرجویان. ابتدا نقشه رو هنرجو اومده یاد گرفته، تشریح کرده، مسیر حرکت جریان از باتری تا موتور بالابر رو کامل فرا گرفته، تشریح کرده. فهمیدی که آقا تو این نقشه ما 3 تا کلید داریم. یک کلید سمت راننده برای شیشه سمت شاگرد، یک کلید سمت شاگرد که روی درب سمت شاگرد هستش و یک کلید اتوماتیک روی درب راننده برای مختص شیشه سمت راننده هستش. یه یونیت داریم اینجا، 2 تا موتور داریم و یه رله بالابر داریم. رله هم که میدونید داستانش چیه، برای اینکه برق از داخل سویچ عبور نکنه و آسیب به سویچ نزنه ما یه دونه رله گذاشتیم که برق مستقیم از جعبه فیوز کالسکری میگیره. دانش آموز این رو کامل فرا گرفته و روی تابلو اجرا این کار میکنه یا خیر. دقت داشته باشید چون ما یه دونه موتور روی تابلو گذاشتیم بایستی تک تک اینا رو تست کنیم. 2 تا کلید داشتیم، یک کلید سمت راننده برای شیشه سمت شاگرد و یک کلید سمت شاگرد برای شیشه سمت شاگرد. ببینید بله کار میکنه. این کلید سمت شاگرد کار میکنه، کلید سمت راننده هم مشکلی نداره کار میکنه و بریم کلید سمت راننده اتوماتیک برای شیشه سمت راننده رو هم بررسی کنیم. یونیت رو جا میزنیم، کلید اتوماتیک رو هم جا میزنیم. کلید اتوماتیک هم که میدونید داستانش چیه دیگه، 2 تا حالت داره. اگه نیروی کمی بهش بدیم به صورت لحظه‌ای حرکت میکنه، نیروی زیادی بهش بدیم به صورت اتوماتیک تا کورس آخر شیشه رو جابجا میکنه برای ما. هم اتوماتیک داره هم بله. دانش آموز بعد از اتمام این کار میتونه انواع تستا رو روی این مدار انجام بده، عیب یابی ها رو انجام بده و رفع عیب رو هم انجام بده.